در اولین قسمت از بازار مسکن در 50 نمودار به بررسی روند تاریخی مسکن در پایتخت می‌پردازیم. بررسی قیمت اسمی مسکن نشان می‌دهد این دارایی تقریباً همیشه رو به رشد بوده و مقاطع بسیار کم و کوتاهی پیدا می‌شود که با کاهش قیمت مواجه شده باشد. به طور کلی از سال 72 تا کنون قیمت مسکن در تهران بیش از 2000 برابر رشد داشته است که به معنی میانگین بازدهی سالانه 27% است. عددی که البته از سال 97 به بعد به حدود 47% رسیده است. اما اگر نمودار قیمت مسکن را به صورت لوگاریتمی نگاه کنیم، می‌بینیم که طی 32 سال گذشته رفتاری که این بازار نشان داده معمولاً جهش‌های ناگهانی طی 1 یا 2 سال و سپس روند صعودی نرم طی چند سال بعد از آن بوده است. به طوری که طی این سالها شاهد 7 جهش قیمتی در بازار مسکن هستیم. نخست در سال 74 که قیمت مسکن به متری 157,000 تومان رسید. جهش بعدی در سالهای 81 و 82 بود. سپس سومین جهش در سال 86 رخ داد و طی آن قیمت هر متر مربع مسکن تا بیش از 2 میلیون تومان هم افزایش یافت. بعد از این جهش یکی از معدود دوره‌های کوتاه افت قیمت مسکن رخ داد و در سال 87 بازار مسکن منفی بود. چهارمین جهش در سال 91 بود که قیمت مسکن تا مرز 4 میلیون تومان به ازای هر متر مربع افزایش یافت. در شرایط این 4 جهش طی 20 سال اتفاق افتادند که 3 جهش بعدی طی سالهای 97 تا 1401 رخ داد. یعنی فاصله هر جهش قیمتی از 5-6 سال به 2 سال کاهش یافت. در نهایت هم به نقطه کنونی میرسیم که هرچند قیمت مسکن به بیش از متری 115 میلیون تومان رسیده، ولی بازار مسکن با رکودی عمیق مواجه است. اما سوال مهم این است که هرچند قیمت اسمی مسکن تقریباً همیشه صعودی بوده، ولی آیا قیمت واقعی و تورم در رفته مسکن هم همیشه به فعالان این بازار سود رسانده یا نه؟ در قسمت‌های بعدی با ما همراه باشید تا پاسخ این سوالات را ببینیم. در قسمت قبلی مجموعه بازار مسکن در 50 نمودار به بررسی روند قیمت اسمی مسکن پرداختیم. جایی که دیدیم قیمت‌ها تقریباً همواره صعودی بوده و رشد کردند. ولی اکنون سوال این است که اگر قیمت واقعی را حساب کنیم، یعنی اثر تورم را از قیمت‌ها خارج کنیم و بر اساس شاخص بهای مصرف کننده امروز قیمت‌های قدیم را هم تعدیل کنیم، وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در صورت بررسی روند تاریخی قیمت واقعی مسکن می‌بینیم که به نرخ امروز قیمت‌ها در دهه 70 قیمت مسکن در محدوده 30 میلیون تومانی قرار داشته است. ولی رفته رفته با سرمایه‌ای تر شدن دارایی مسکن و انباشت پولها در این بازار به علت بیماری هلندی اقتصاد ایران در دهه 80 قیمت واقعی مسکن رشد کم سابقه‌ای را تجربه می‌کند و تا سال 86 به محدوده 110 میلیون تومانی هم می‌رسد. ولی با تخلیه حباب و سپس برجام که باعث افزایش رفاه عمومی شده بود، این عدد در مسیر نزولی قرار می‌گیرد و تا 1 دهه بعد به زیر 60 میلیون تومان می‌رسد. اما موج دوم تلاطم در بازار مسکن از سال 97 آغاز می‌شود، جایی که تحریم‌ها دوباره برمیگردند و سیاست‌گذاری اقتصادی اشتباه هم مزید بر علت می‌شود. ظرف 2 سال قیمت واقعی مسکن بیش از 150% رشد می‌کند و در پایان سال 99 به بیش از 150 میلیون تومان در هر متر مربع می‌رسد. اما رکود عمیقی که طی سال‌های اخیر بر بازار مسکن سایه افکنده باعث می‌شود رشد قیمت مسکن از تورم جا بماند و به همین دلیل قیمت واقعی مسکن طی 2 سال با افت حدوداً 30% مواجه می‌شود. به عبارتی دیگر سرمایه گذاران ملکی طی 2 سال اخیر با افت 30% ارزش واقعی دارایی‌هایشان مواجه شدند. البته همچنان قیمت مسکن با سطوح تعادلی قبلی فاصله دارد و هنوز برای مصرف کنندگان ورود به این بازار سخت و یا حتی ناممکن است.
با ما همراه باشید تا در قسمت بعدی به وضعیت رونق و رکود و میزان معاملات ملکی در تهران بپردازیم. در قسمت‌های قبلی بازار مسکن در 50 نمودار به بررسی قیمت اسمی و حقیقی مسکن پرداختیم. جایی که دیدیم هرچند قیمت اسمی تقریباً هیچ وقت افت نداشته، ولی قیمت تورم زدایی شده فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. اما وضعیت بازار مسکن از نظر رونق و رکود معاملات چگونه است؟ طبق برآوردها حد استاندارد تعداد معاملات مسکن در تهران 10,000 معامله در ماه است و در سطوح کمتر از این گفته می شود که بازار با رکود معاملاتی مواجه شده. وقتی از ابتدای دهه 90 بازار ملک تهران را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تا سال 96 ماهانه به طور متوسط بیش از 14,000 واحد مسکونی در تهران معامله می‌شد که نشان از رونق بسیار بالای این بازار داشت. اما با آغاز تلاطمات اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و افزایش قیمت حقیقی مسکن، رفته این بازار با رکود مواجه شد. به طوری که میانگین معاملات ماهانه طی سالهای 97 تا پایان 99 با افت 40% به 8,400 مورد در ماه رسید. بعد از 1400 این رکود تشدید شد و میانگین معاملات به حدود 7,000 مورد کاهش پیدا کرد. ولی از سال 1402 با فعال شدن ریسک‌های ژئوپلیتیک جدید در اقتصاد و سیاست ایران، مسکن به عنوان کالایی غیر قابل انتقال با رکودی بی سابقه مواجه شد و دارایی‌ها به سمت بازارهای منقول مثل ارز و طلا رفت. چنین رکودی باعث شد تا متوسط تعداد معاملات ماهانه از سال 1402 به بعد به حدود 3,800 مورد در ماه برسد. یعنی تقریباً 1/4 معاملات مسکن در اوایل دهه 90. از مرداد ماه سال گذشته هم دیگر آمارهای رسمی منتشر نشد، ولی بررسی‌های میدانی و گزارش‌ها از تعداد آگهی‌های فروش ملکی حاکی از آن است که رکود مسکن طی این 1 سال و مخصوصاً بعد از جنگ 12 روزه شدیدتر هم شده است. یعنی امروز با بازاری به شدت نقد ناشونده مواجه هستیم. با ما همراه باشید تا در قسمت‌های بعدی به بررسی نسبت قیمت گرانترین منطقه به ارزانترین منطقه و پیام تغییرات آن بپردازیم. در 4مین قسمت از مجموعه بازار مسکن در 50 نمودار قصد داریم به بررسی نسبت متوسط قیمت 1 متر مربع مسکن در منطقه 1 به عنوان گرانترین منطقه پایتخت به منطقه 18 که عموماً ارزانترین منطقه تهران است بپردازیم. طی حدود 2 دهه اخیر میانگین این نسبت عدد 4 بوده است. یعنی قیمت هر متر مربع مسکن در گرانترین به ارزانترین منطقه تهران 4 برابر بوده است. در اواخر دهه 80 و بعد از تخلیه حباب عجیبی که ملک در میانه این دهه گرفته بود، نسبت قیمت گرانترین منطقه به ارزانترین منطقه پایتخت به کمتر از 3 واحد هم رسیده بود. این نسبت در سالهای 90 و 91 همگام با جهش ارزی افزایش یافت و به محدوده 4 واحد رسید. محدوده‌ای که در دوران آرامش برجامی و تا سال 97 که مواجهه دوباره اقتصاد ایران با تلاطم بود، حفظ شد. در این سال با افزایش خریدهای سرمایه‌ای که بیشترین میزان آن در مناطق لوکس تهران است، نسبت مذکور تا بیش از 5 واحد رشد کرد. این نسبت در سال بعد تعدیل شد، ولی در بحبوحه سال 99 که بازارها بسیار متلاطم شده بودند، دوباره نسبت فوق به فراتر از 5 واحد رسید. نکته جالب اما از سال 1400 به بعد رخ داد، جایی که در نمودارهای قبلی هم دیدیم روندهای کلی بازار مسکن مثل قیمت حقیقی از این سال تغییر کرد و در مسیر نزولی قرار گرفت.
در چنین شرایطی رشد قیمت در منطقه 1 که عمدتاً با خریدهای به قصد سرمایه‌گذاری مواجه بوده کند شد و قیمت ملک در مناطق ارزان که عمدتاً با هدف مصرفی خریداری می‌شود با سرعت بیشتری رشد کرد و نسبت قیمت 1 متر مربع مسکن در گرانترین منطقه به ارزانترین منطقه از 52 واحد در سال 99 به 3.5 واحد در اوایل 1403 رسید. اما بعد از جنگ 12 روزه اخیر همین نسبت با شتاب بیشتری رو به کاهش گذاشته و حالا به حدود 3 واحد رسیده است که از اواخر دهه 80 بی سابقه بوده، چیزی که در غیاب آمارهای رسمی نشان می‌دهد که خرید مسکن به قصد سرمایه گذاری احتمالاً به کمترین حد خود رسیده و رشد قیمت در مناطق لوکس تهران متوقف و حتی معکوس شد. بعد از پرداختن به مواردی مانند روند قیمت‌های اسمی و حقیقی، رونق و رکود مسکن و پیام تغییرات نسبت قیمت مسکن در گرانترین و ارزانترین منطقه تهران، حالا در قسمت جدید بازار مسکن در 50 نمودار قصد داریم با قدرت خرید وام مسکن و شاخص مبلغ وام به ارزش خانه یعنی LTV آشنا شویم. به طور کلی مبلغ وام مسکن در ایران همیشه ناکافی و کم بوده است. به عنوان مثال در سالهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد با وجود تورم بالا در بازار مسکن، مبلغ وام مسکن به بهانه عدم تحریک تقاضا افزایش نمی‌یافت و قدرت خرید این وام مدام کمتر می‌شد. به طوری که در اواسط سال 92 با وام مسکن می‌شد کمتر از 6 متر مربع خانه در تهران خرید. در دولت نخست روحانی اما برای تحریک تقاضای مصرف کنندگان واقعی خانه و خانه اولی ها وام مسکن مدام افزایش می‌یافت، به طوری که قدرت خرید وام مسکن در این دولت با رشد 4.5 برابری همراه شد و برای خرید بیش از 25 متر خانه کافی بود. اما از سال 97 به بعد هرچند که چندین بار مبلغ وام مسکن افزایش یافت، ولی شتاب رشد قیمت مسکن به حدی بود که قدرت خرید این وام مدام کاهش می‌یافت و ظرف 5 سال با افت 75% به حدود 6 متر مربع رسید. در نهایت هم در حال حاضر قدرت خرید وام مسکن به کمتر از 11 متر رسیده است که در برابر میانگین متراژ حدود 100 متری خانه‌ها در تهران عدد ناچیزی محسوب می‌شود. به این ترتیب با مبلغ کنونی وام مسکن میتوان تنها 11% از یک خانه 96 متری که میانگین متراژ خانه‌های تهران است را خرید. یعنی شاخص LTV در بازار مسکن تهران فقط 11% است و میانگین بلند مدت آن هم کمتر از 14%. این در حالی است که این شاخص در کشورهای مختلف اروپایی بین 53 تا 87% است. یعنی در بعضی کشورها تا نزدیک به 90% مبلغ یک خانه توسط وام پرداخت می شود و وام گیرنده با بازپرداخت‌های طولانی 30 ساله آن را به بانک برمیگردد. در ششمین قسمت از مجموعه بازار مسکن در 50 نمودار به بررسی رابطه نرخ بهره حقیقی و تورم در رفته با تغییرات قیمت حقیقی مسکن می‌پردازیم. اگر نرخ بهره حقیقی و رشد حقیقی قیمت ملک از اوایل دهه 90 تا کنون را بررسی کنیم، شاهد 3 دوره متفاوت خواهیم بود. در دوره اول که سالهای 92 تا 95 و دولت نخست روحانی بود، قیمت اسمی مسکن تقریباً بدون تغییر ماند و قیمت حقیقی و تورم در رفته عمدتاً منفی شد. این در حالی بود که نرخ بهره اسمی بسیار بالا بود و همین باعث شده بود نرخ بهره حقیقی هم مثبت باشد. به نظر می رسد سود واقعی بدون ریسک در کنار خوشبینی‌های ایجاد شده به واسطه مذاکرات و برجام باعث شده بود اقبال به بازار مسکن کم شود و بازدهی حقیقی و تورم در رفتگی ملک منفی باشد. دوره دوم از سال 96 تا 99 بود. یعنی هنگام کاهش ناگهانی نرخ بهره و البته خروج ترامپ از برجام. این اتفاق باعث شد نرخ بهره حقیقی منفی شود و مردم برای حفظ دارایی‌هایشان از طوفان تورم به سمت بازارهای مختلف از جمله بازار ملک هجوم ببرند.
در چنین شرایطی جهش‌های سرسام‌آور ملک منجر شد مسکن بازدهی حقیقی و تورم زدایی شده مثبت داشته باشد. به این ترتیب دیدیم که در دو دوره نخست هرگاه نرخ بهره حقیقی مثبت میشد، بازدهی واقعی مسکن منفی میشد و هر وقت هم نرخ بهره حقیقی منفی میشد، با هجوم به بازار ملک این بازار سود واقعی میداد. اما دوره عجیب بعد از سال 1400 رخ داد. تغییر ریل‌های سیاستگذاری در اقتصاد ایران و پدیدار شدن سایه ریسک‌های ژئوپلیتیک و سیاسی جدید باعث شد که حتی در دورانی که نرخ بهره حقیقی منفی بود، اقبال به بازار مسکن بسیار کم باشد. پیشتر در قسمت‌های قبلی بازار مسکن در 50 نمودار هم دیدیم که از این سال به بعد بسیاری از متغیرهای اساسی بازار مسکن مثل تورم، قیمت حقیقی و تعداد معاملات به سمت رکود رفتند. در این دوره رشد قیمت مسکن در اغلب سالها کمتر از تورم عمومی بود و در رخدادی عجیب نرخ بهره حقیقی و بازدهی حقیقی مسکن همزمان منفی شدند. به نظر می رسد در این دوره افراد بیشتر سرمایه خود را به سمت بازارهای قابل نقل و انتقال مثل دلار و طلا یا ملک در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و کانادا بردند. در قسمت هفتم مجموعه بازار مسکن در 50 نمودار قصد داریم به بررسی روند شاخص توانپذیری در مسکن بپردازیم. این شاخص نشان می‌دهد که یک خانوار با درآمد میانگین باید چند سال کل درآمدش را جمع کند تا یک خانه متوسط بخرد. بررسی این شاخص در تهران نشان می‌دهد یک خانوار تهرانی با درآمد متوسط در دوران خاتمی اگر کل حقوقش را به مدت کمتر از 10 سال جمع می‌کرد، می‌توانست یک آپارتمان 100 متری در محله متوسط بخرد. در دولت محمود احمدی نژاد اما وفور درآمدهای نفتی و سرکوب ارزی باعث شد دارایی‌ها به سمت دارایی‌های غیر قابل واردات و غیر قابل سرکوب با دلار ارزان مثل بازار مسکن برود. همین اتفاق باعث رشد عجیب قیمت مسکن در این دوره شد، به طوری که میانگین شاخص توانپذیری مسکن در این دولت به بیش از 14 سال رسید. یعنی دقیقاً 50% بیشتر از دوران خاتمی. اما با روی کار آمدن روحانی و توافق برجام، انتظارات تورمی کاهش یافت و همزمان با رشد اقتصادی شکل گرفته، درآمد واقعی مردم هم بیشتر شد. همین اتفاق باعث شد شاخص توانپذیری کاهش پیدا کند و در دولت نخست او به کمتر از 11 سال برسد. البته اگر به رشد وام مسکن که در قسمت‌های قبلی بررسی شد هم توجه کنیم، می‌بینیم که خرید مسکن در این دوره به مراتب آسان‌تر از دوران احمدی نژاد شده بود و همین دلیل رونق بسیار بالا و معاملات پرتعداد ملک در تهران بود. اما از سال 97 به بعد با خروج ترامپ از برجام و البته سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت‌ها، خرید مسکن روز به روز سخت‌تر شد و در دوران اوج خود شاخص توانپذیری در سال 99 به عدد عجیب 22 سال رسید. هرچند از سال 1400 به بعد متغیرهای کلان بازار مسکن رفته تغییر کردند و قیمت‌های نسبی ملک تا حدی نزولی شد، ولی همچنان این شاخص حدود 16 سال است و خرید مسکن بسیار سخت‌تر از دوران خاتمی. خرید خانه در ایران چقدر سخت‌تر از سایر کشورهای جهان است؟ همانطور که در قسمت قبلی بازار مسکن در 50 نمودار دیدیم، شاخص توانپذیری مسکن که نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه است، در تهران به حدود 16 سال رسیده. بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد در کشورهای مختلف تفاوت زیادی دارد. به عنوان مثال، چین یکی از سخت‌ترین کشورها برای خانه‌دار شدن محسوب می‌شود و این شاخص در آن کشور بیش از 25 سال است. در ایران اوضاع اندکی بهتر است و این عدد به حدود 16 سال میرسد، اما استانداردها در سایر جهان فاصله زیادی با این اعداد دارند، به طوری که در ترکیه شاخص توانپذیری کمتر از 10 است و در کشورهای اروپایی هم بین 8 تا 9.
اما اوضاع در برخی کشورهای خاورمیانه از این هم متفاوت‌تر می‌شود، به طوری که این عدد در کشور نسبتاً ضعیف عراق به 8 سال و نیم می‌رسد و در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا کمتر از 3 سال هم کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک عربستانی با درآمد متوسط فقط 3 سال و نیم درآمد خود را پس‌انداز کند، می‌تواند صاحب خانه شود. در عمان هم که یکی از ساده‌ترین کشورهای جهان برای خانه‌دار شدن است، این عدد برابر با فقط 32 ماه است. در آمریکا هم با پس‌انداز درآمد به مدت 40 ماه میتوان صاحب خانه شد. به این ترتیب می‌بینیم که قیمت مسکن نسبت به درآمدها در اغلب کشورها بین نصف تا 1/5 ایران است، اما اوضاع زمانی اسفناک‌تر می‌شود که بدانیم در عمل خرید خانه در ایران نه 5 برابر سخت‌تر بلکه 10 برابر دشوارتر است. چرا که در اغلب کشورها تا 90 یا حتی 100% قیمت مسکن وام اعطا می شود و خریدار ملک می تواند آن را طی 30 سال برگرداند. اما وام خرید مسکن در ایران چیزی کمتر از 10% ارزش یک ملک با قیمت متوسط را پوشش می دهد و خریدار باید بیش از 90% ارزش خانه را با پول نقد پرداخت کند.